دهها صاحبکار بازار آتش گرفته فراوان در باختر امروز در نزد ایدر بازار جمع آمدند تا خبری از مال و دکانهای خود بگیرند. در درآمدگاه بازار هنوز هم ماشین آتش نشانی می ایستاد و مقامات به کسی اجازه نمی دادند بعد داخل بازار بروند. در ویدیوها شنیده می شود که تمام مال و پول بعضی از صاحبکاران سوخته و نابود شده است. شاهدان می گویند آتش دکان و رسته های زیادی را از بین برد. مقامات باختر گفتند برای رفع عاقبت‌های سوختار ستاد مخصوص بر رهبری معاون رئیس ولایت تأسیس دادند. حجم ضرر و سبب‌های سوختار تحقیق می شود که بنا به فرضیه مقدماتی آتش گرفتن بالون‌های گازی مایع بوده است. بازار فراوان بزرگترین بازار شهر باختر شب 1 ایون آتش گرفت که در نتیجه 12 نفر آسیب دیدند. کسی تلف نیافته است. بازار فراوان در مرکز باختر بار اول نیست آتش میگیرد. در گذشته هم این بازار به سبب رعایت نشدن معیارهای امنیتی یک دفعه سوخت و صدها صاحبکار و تاجر زیان دیده و مفلس شدند. حالا هم این نگرانی وجود دارد که صاحبکاران و تاجران با مشکلات و قرض‌هایی که برای تجارت از بانک‌ها گرفتند تنها میمانند.